تایتانیک. سلام، من زهرام و اینجاییم تا با هم دیگه استراتژی فروش فیلم‌های بزرگ دنیا رو بررسی بکنیم و ببینیم چیکار کردن که فیلماشون انقدر فروختن و از اونا توی محتواهای خودمون و فروش محصولاتمون استفاده کنیم. همونجور که میدونید دنیای فیلم و سریال یک دنیای خیلی بزرگ و فراتر از سوشال مدیاست، ولی خب تاثیرگذاریشون میتونه تقریبا به اندازه سوشال مدیا باشه. اینکه فیلمایی ساخته میشد که توی ذهن مردم میموندن، مردم 2 ساعت 3 ساعت یا حتی بیشتر توی سینماها میشستن و این محتواها رو میدیدن. امروز میخوایم در مورد تایتانیک صحبت بکنیم. یک فیلمی که همه آدم‌ها وقتی که این فیلم اومد بیرون آخرش رو میدونستن کشتی غرق میشه، ولی چی باعث شد که بیش از 3 ساعت توی سینماها بشینن و این فیلم رو تماشا بکنن؟ جیمز کامرون نویسنده و سازنده این فیلم با شرکت‌های تولید کننده این فیلم مشاجره‌های زیادی داشت به خاطر اینکه این فیلم تقریباً دقیقه $1,000,000 هزینه برده بود و شرکت‌های سازنده نمیدونستن بازدهی این فیلم چجوری میتونه باشه، به خاطر اینکه یک کشتی بود که غرق میشد. چی باعث میشد که مخاطبین بیان توی سینما بلیت بخرن و 3 ساعت بشینن و این فیلم رو تماشا بکنن؟ یکی از کارهای خیلی جالبی که انجام دادن، اومدن فیلمو به 2 سری از مخاطبین معرفی کردن. مخاطبینی که فیلم‌های رمانس و عاشقانه دوست داشتن و مخاطبینی که واسه جلوه‌های بصری و همچین چیزایی به سینما می اومدن. این باعث شد که مارکت این فیلم بیشتر بشه، مخاطبین بیشتری رو در بر بگیره. نیومد فقط بگه یک فیلم عاشقانه است یا یک فیلم تکنیکاله. یه کار خیلی جالبی که انجام دادن، اومدن جنبه‌های بیشتری از فیلم رو به مخاطبین نشون دادن. یه جنبه تکنیکال و جلوه‌های بصری و جلوه‌های ویژه و یه جنبه عاشقانه داستان که اومدن گفتن که اوکی، یک فیلمی داریم که عاشقانه است، رمانتیکه، ولی جلوه‌های بصری زیادی داره، تکنیکاله و اینجوری آدمای بیشتری اومدن اون فیلمو ببینن، چون که علایق بیشتری از آدما رو در بر میگیره. وقتی که میخوایم یک محصولی رو بفروشیم یا یک محتوایی رو تولید کنیم، هرچه مخاطب هدفمون بیشتر باشه، یا بهتره بگم تخصصی و دسته بیشتری از آدما باشه، بهتره. آدم‌های بیشتری رو در بر میگیره. اینجوری نیستش که ما بیایم بگیم که اوکی ما میخوایم یه فیلمی بسازیم، یه محتوایی بسازیم که همه آدما رو در بر بگیره. نه، ما میگیم آدم‌های دسته A، B و C رو میخوایم در بر بگیریم که هر کدوم از این آدم‌ها ویژگی‌های خاصی از محصول ما رو دوست دارن. یکی دیگه از چیزای خیلی جالبی که توی تایتانیک وجود داشت این بود که همه مقصد رو میدونستن، ولی مسیر واسهشون جالب شده بود. شما اگه یک تولید کننده محتوا یا یک فروشنده هستین، ممکنه همه بدونن که شما در نهایت میخواین تبلیغ یک محصول رو انجام بدین یا در نهایت میخواین فلان چیزی که خودتون فروشندش هستین رو بفروشین، اما شما باید کاری بکنین که مسیر براشون جالب بشه و تا ته داستان با شما همراه بشن. درست همونجور که همه میدونستیم کشتی قراره غرق بشه، ولی هنوزم که هنوزه انقدر اون مسیر غرق شدن کشتی و اون داستان رمانتیک کنارش قشنگه که آدما میشینن بازم تایتانیک رو میبینن. استراتژی بعدی که به کار بردن اکران 3 بعدی تایتانیک بود. اومدن فیلم رو دوباره بازنشر کردن چون مخاطب خاص خودشو داشت، ولی این بار فیلم با لباسهای جدیدی توی سینما اکران میرفت و باز هم میلیون‌ها دلار فروخت و باعث شد که این فیلم پس از حدود بیش از 10 سال از ساختش باز هم سوددهی بده. شما قرار نیست هر روز محتوای جدیدی تولید کنید یا هر روز یک محصول جدیدی تولید کنید. شما میایید بررسی میکنید، میبینید مخاطب شما چه محتوایی رو دوست داشته، با چی خیلی احساس نزدیکی کرده و همونو دوباره بازنشر میکنید، ولی این بار با استانداردهای امروز، با سرعتی که تکنولوژی الان داره. محتوای 1 سال پیش شما اگه بخواد دوباره بیاد توی سوشال مدیا باید رنگ امروزی بگیره، چون همه چیز عوض شده، همه محتواها تغییر کردن. یکی دیگه از چیزایی که تایتانیک خیلی عمیق به ما نشون میده اینه که مخاطب اگه احساساتش تحت تاثیر قرار بگیره و با داستان همراه بشه، میتونه بیش از 3 ساعت روی محتوای شما بمونه و علاوه بر اونو یادش بمونه و باز هم سرچ کنه و باز هم پس از مدتی ببینه و توی ذهنش نگه داره. پس استفاده از احساسات و به کار بردن جلوه‌های داستانی که باعث میشه مخاطب همراه بشه یکی از مهمترین چیزاییه که توی تولید محتوامون باید به کار ببریم. تایتانیک به ما یاد میده که برای موندن تو بازار لزومی نداره یک بیزینس خیلی بزرگ داشته باشیم، بلکه مهمه داستانی داشته باشیم که مخاطب دوست داشته باشه و همراهش بمونه.
توی اپیزودهای بعدی قراره بازم فیلم‌ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که چجوری توی فروش بیشتر محصولامون یا حتی محتوای درست ازشون الگو برداری بکنیم. اگه فیلمی رو سراغ داری برام بنویس.